همین مسئله تاریک الصلات در بعضی صحبت‌هامون نقل کردیم که مسئله اختلافی هست. بعضی‌ها ما رو لعنت کردن که الله تو رو لعنت کند. این مسئله اختلافی نیست. چه خیلی مسئله اختلافی نیست برادران. چشم بگشایید، کتاب‌ها رو گرید خوانید. جمهور علما تاریک الصلات آدمی که نماز نمیخواند و یه مسلمان میداند. اگرچه امام احمد، امام بخاری مسلمان نمیدانند. آخه اختلاف موجود است در کتاب‌ها. استاداتون رو پرسید یا آدم علمدارتر رو پرسید و چیزی که هست چه خیلی این کار کنید. چه خیلی دور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. الله سبحانه وتعالى حفظك. بل انشالله برادر اگر اگر سخنی داشته باشید انشالله بفرمایید. در همین بابت کسانی که مثلا اگر سخنی گفتنی باشد امروز این جهمی ها از تمام طرف عقیده خود دارن منتشر میکنن و طرفداران اینها هستند که مقلدی کور هستند، نمیفهمند که زمانی که ما با باطل اینها وقت رد میزنیم بسیاری از این بیچاره‌های جاهل فکر میکنند که در این جهان مسئله شخصی است و مسئله آبرو است. نه، مسئله خیلی نیست. مسئله منهج است و دین است. تو اگر اون استاد جاهل مشرکت رو دوست داشتی معنی این ندارد که هیچ کس به او گپی نزند، هیچ کس باطل بودن او رو آشکار نکند. اما وظیفه تو برای مقلدین چی است؟ وظیفه شما برای مقلدون همین است که شما باید به حق بازگردید. از همون استادای جهمی های خود طلب کنید که تو چرا این اجماع ها رو قبول نمیکنی؟ چرا این اجماع ها رو ذکر نمیکنی؟ چرا ما رو فریب میکنی؟ چرا به دین الله خیانت میکنی؟ زیرا که در روز قیامت هم وقتی زمان جمع کرده میشود این چیزها همش پرسیده میشود. بارك الله فيك. اینترنت من کمی ضعیف است. الله سبحانه و تعالی همگیتون رو حفظ کند. اگر سخنی نباشد انشاءالله که من خارج میشم، دیگر مشایخ هستند در اینجا. شیخ باب الرحمن صحبت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرام خارج میشم. شما بعد افیر مرا نوشید شیخ. الله سبحانه و تعالی استون میکنه. بارک الله فیکم. حفظك الله به. من باور که سخن این جمعی ها رو گوش میکنید شیخ شاید غضبناک میشید، شاید انسان پریشان میشه برای اینکه قدر دروغ میگن. این سورا گفت که یعنی صحابگان تکفیر میکردن، ما تکفیر نمیکردیم. یعنی خودش قول است که صحابگان تکفیر میکردن، درست؟ بله. این دیده استودیت اهل توحید اینو قرآن و سنت به فهم صحابه فهمیدن این کار میکنن. دیده بودن، استاد میدونن از یهود و نصارا بدتر هستن. این کافر بدبخت خودش بدهانش خودش اقرار کرده شده است که صحابه کفر میگفتن، اما ما کفر نمیگیم. اینها آیا پایبند قرآن و سنت هستند یا که پایبند هوا و هوس هستند؟ برای اینکه اینو جهمی هستند. اینو نه فقط در حکم بیناموس، در حکم بغیر منزل الله جهمی هستند، در حکم استهزاء کنندگان جهمی هستند، در فهم کفر یعنی تطبیق کفر، فهم کفر از فهم کفر هم اینو جهمی هستند، تطبیق کفر هم جهمی هستند. فهمیدید اهل توحید دشمن شناختید، خون جگر شدن ما اهل توحید برای شما است. والله همین کافری بدبخته، همین کافر دروغگویه. گپش من حتی گوش نمیکنم، برای من یگان الحمدلله یعنی یقینا میدونم که کافر است، این دروغ است. اما بسیار برادرها هستند، بسیار جمهور هستند که شاید تاثیر کنه سخن این کذاب و وظیفه مطالبین است که برای شما بیان کنم. شما خودتون به گوش خودتون شنیده آیا در حد نمونده استاده که این کافر خودش اقرار دارد که صحابگان تکفیر میکنه؟ مگر هم وظیفه دار نشده است؟ مگر ابو حنیفه نگفتن که سخن من اگر با قرآن با سنت به صحابه ضدیت کند فهم صحابه ترکش کنید؟ اگر همین ابو حنیفه رحمه الله تکفیر نکنند هم گفتن که ای مسلمان ها سخن من به قرآن به سنت
به گفته صحابگان ضدیت کند، ترکش کنید، به دیوار زنید. همون کسانی که تکفیر نکردن اما نصیحتش رو صحیح و درست بود. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. این نه ابو حنیفه رو قبول دارد، نه همون علمایی که به گفته این تکفیر قبول ندارد. این مذهبی خودش دارد، مذهبی هوا و هواپرستی، نفس پرستی، دین فروشی. این مذهبی دین فروشان گفته میشه. این مذهب، این مذهبی قاتلی، کشتن مسلمان ها. برای اینکه باید که برو از علما بپرس خدا تصدیق کرده سوره کن صحابه تکفیر کردن. با از کی رفته بپرسید؟ آیا از صحابه معتبرتر کسی هست برای ما؟ از صحابگان رضی الله عنهم اجمعین، آیا از ابوبکر و عمر و علی و طلحه و زبیر و عثمان و از اینها دیده معتبرتر انسان هست؟ آیا از قول اینها بالاتر قول قبول کرده میشه؟ در حالی که اینها همه اجماع کردن. الله گفت رضی الله عنهم و رضوان، الله از اینها راضی است و الله و آنها از الله راضی هستند. مگر رضایتش الله از اعتقادشون از عملکردشون بیان نکرد؟ و غیر سبیل المؤمنین، هر کسی به دهانش اقرار دارد صحابه تکفیر میکردن. باز سوال دیگه است، سوال درباره کی است؟ سوال درباره یک دو نماز قضا کننده نیست. سوال اینه که 8-9 سال نماز نمیخونه، نماز نمیخونه بتمام. بارک الله فیکم. و جهمیین ها چی هست میدونید؟ فرق بین ابو حنیفه بینی در نزد ابو حنیفه رحمه الله، انسانی که نماز ترک میکرد و یک آدمی یعنی توزه نبود، آدمی بعد بود، گناهگار بود، برده زندان کرد، زده میشه تا مردنشه. این 8 سال بعد این تحت ضربه بود قرار تا مردنش. اگر توبه نکنه، اگر به مذهب امام ابو حنیفه نگاه بکنید، این تا مردنش زده بشه. و در نزد اینها بیگناه هستند، مثل ملائکه بی‌ناموس ها. فقط هم تو خطاکار هستند. فهمیدید یا اهل توحید؟ اینها به اونهایی که گفتن که بی‌نماز تکفیر نمیشه در مذهب اونها، اینها همراه نیستند. اینها در مذهب جهم بن صفوان هستند، زیرا که در مذهب جهم بن صفوان تمام نمازها السلام علیکم ترک کنن برای تو جزا نیست. آیاتی گفتن سوره نساء خیلی آیه خوب است. 115 است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. بله. سوره نساء آیه 115 درست نگاه بکنید. وما يشاقق الرسول من بعد، بارک الله فیکم. زمان میکشم چیزی حس کردم از چی فراموش شد. یک دقیقه نگاه بکنید چقدر زیبا الله سبحانه و تعالی بیان کرد. اعوذ بالله، کفرها دیده و دونسته از حق رو میگردن. الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. و هر کی بعد از آن که راه راست برایش معلوم شد، راه راست والله به کی مگر معلوم نیست؟ به سهراب عودلیان مگر معلوم نیست؟ این جهمی خودش میگه که صحابه تکفیر کردن. اگر صحابه تکفیر کرده باشند این راه راست است. بعد و هر کی بعد از آن که راه راست برایش معلوم شد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخالفت کند و غیر راه مؤمنین را پیروی کند، او را به آنچه دوست می‌دارد واگذار و او را به دوزخ درآرد و آن بد جای است. الله اکبر. آیا صحابه تکفیر کردن بی نماز را؟ آیا پیامبرم تکفیر کردن؟ بله تکفیر کردن پیامبر. هر کسی که تکفیر نمی کند بعد او بیان شدن برای او راه پیامبر صلی الله علیه و سلم و راه مؤمنین را گرفت، یا که راه کافرین را گرفت، یا که راهی که از راه حق بیرون شدگان را گرفت. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی صراحت گفته است و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین آیا ابوبکر مؤمن نبودن؟ آیا عمر مؤمن نبودن؟ آیا عثمان مؤمن نبودن؟ آیا علی رضی الله عنه مؤمن نبودن؟ آیا طلحه مؤمن نبودن؟ آیا زبیر مؤمن نبودن؟ آیا عبدالرحمن ابن عوف مؤمن نبودن؟ مؤمنین جنتی هستند، اینها بشارت به جنت شده هستند. اینها بشارت به جنت هستند و اینها گفتند که بی نماز کافر هست. اجماع کردن همین صحابه و برای این بیان شد. این خودش به دهانش گفته است این کذاب دروغگو، این دین فروش قاتل، این مسلمان کش شیطان زنده من الجنه و الناس، از شیطان های جنی و انسی. این خبیث شیطان انسی است، این مکار دروغگو.
با کوشش هر طرف میبرد، میگه از استادام رفته چی پرسیدم خدا تصدیق کرده استاده که صحابگان کفر بودن. های اهل توحید، اهل توحید باز صحابگان تکفیر کرده باشند، از کدام استاد رفته میپرسید آیا از صحابه بالا امروز یگان استاد داره؟ مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین؟ چنگ بزنید به سنت من و سنت خلفای راشدین المهدیین من هدایت یافته. این چنین نگفتند ای اهل توحید؟ الله اکبر. بارک الله فیکم اهل توحید. پیش از اینکه از اینها علم بگیرید، پیش از یک کس که علم بگیرید یا سخنش را قبول بکنید، تحقیق بکنید اهل توحید، بفهمید عقیده‌اش را که با که گمراه نشوید. والله در سوره اسراء الله سبحانه و تعالی میگوید که به نزد الله سبحانه و تعالی انسان‌ها با امام‌هایشان میبیند. فهمیدید؟ انسان‌ها با امام‌هایشان میبیند. امامتون طاغوت پرست باشد با امام طاغوت پرستتون میبید، امامتون موحد باشد با امام موحدتون میبید. فهمیده استودید؟ انسان‌ها به نزد الله در روز قیامت با امام‌هایشان میبیایند. امامتون هر کی باشد با همون میبید. هر یک من شما میدونیم که ابن جریر طبری هم خلافا را در این آیت ذکر میکنن و میگن که معلوم است که میگن در کلام عرب امام که است یک پیشوا هست میگن. فهمیدید؟ انسان ها با پیشواهاش به سوی الله سبحانه و تعالی میبید. آیا دوست میدارید که پیشوای شما روز قیامت رفته انا همین جهمی باشد؟ آیا دوست میدارید که با همین جهمی ها از قبرتون بخیزید به نزد الله برید؟ با این گونه جهمی، با این گونه دین فروش، با این گونه قاتل؟ یا میخواهید که با اهل توحید، با علامه خراسان ابو محمد مدنی حفظ الله، امثال ابو محمد مدنی، استادانش علی خدیر، خالد مرز الغامدی، امثال اینها علمای حقگو، علمای حقگوی که حق را گفتن، به خاطر حق زندان شدن، به خاطر حق گریختن و از حق دست نکشیدن، که با اهل حق، با امام حق گوینده خستن یا که میخواید، یا که با این گونه انسان‌های دین فروش قاتل، این گونه انسان‌هایی که خودش اقرار دارد که صحابگان رضی الله عنهم اجمعین، از آنهایی که الله راضی شد، آنها راهشان این بود که به نماز کافر است، راه او را ترک کرده. بارک الله فیکم. چرا امروز پیش گرفته است؟ هوا و هوس خودش را. جهمی های دین فروش. الله سبحانه و تعالی حرکتون حفظ بکند و بدانید که این دین برای شما از همه چیز قیمت ترین چیز باشد، زیرا که راه نجات است. راه نجات عقیده سالم داشتن است، صحیح به عمل کردن به قرآن و سنت است. عمل کرد صحیح باید باشد که نجات یابید. این بغض و کینه و عداوت با کفران مشرکین این عمل قلبی است. تکفیرش عمل زبانی است، نابود کردنش عمل جسمی است. ای اهل توحید، این عمل ها از اصل دین است.
از واجبات دین است. این عملها رو بعضی وقت در حالت قدرتمند بودن، تکفیر مشرکین رو، تکفیر یک کافر رو در حالت قدرتمند داشتن، نه که خودتون کافر میشید. عبدالله ابن مسعود به یک مسجد داخل میشن که یک انسان گفته ایستاده است که مسیلمه کذابم خوب بود. بعضی قول ها 75 نفر، بعضی قول ها 170 نفر انسان رو، همش رو، اونهایی که خاموش ایستادن این رو خستن، نگفتن که ای کافر، ای دشمن الله، ای دشمن الله، نگفتن، در حالی که قدرت داشتن، خلافت اسلامی بود. همه اش رو 170 انسان رو یک به یک همش رو تکفیر کردن. جهمی های لعنتی، الله شما رو لعنت بکند، لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله علی جهمی والماتوریدی والاشعری، لعنت الله بر بالای جهمی بود، لعنت الله بر بالای اشاعره ها بود و لعنت الله بر بالای ماتوریدی بود. همه بگوید با یقین امین که این جهمی های امروزه اعتقادشان گرفته شده از اشعری و ماتوریدی است، که امروز اینها لزوم قولشون همین است که باید بگن که عبدالله ابن مسعود یک انسان کفر گفت، 175 دیگر 170 انسان دیگر خاموش ایستادند. تو شاید به درونش او بعد گفت، نگفت، خاموش ایستاد، همش رو تکفیر کردن، همش رو کافر گفتن. به این دلیل چی دلیل پیشنهاد میکنید؟ ای کافرها، شما ما هم میتوانیم که مثل شما بازی بکنیم. اصلا همون قاعده که شما گذاشته، لعنت الله بر بالای شما بود که ها ما یک کس کافر نگفتیم، این سخن ما نسبت به فلان عالم دادیم، مرد باشه فلان عالم رو تکفیر بکن. بیا عبدالله ابن مسعود بگو که خوارج از کلاب و نار است، بگو این قاعده شما اصلا به بالای شما باید تطبیق بشود. شما برای اون که دروغ میگوید ما پایبند قرآن و سنت به فهم سلف امت هستیم، شما پایبند هوا و هوستان هستید. قرآن و سنت دیده و دانسته این کار میکنید. خودش به زبانش میگه این کذاب سهراب که صحابه تکفیر کرد. تو کی هستی اگر صحابه تکفیر کرده باشه؟ تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ تو دین فروش، تو قاتل مسلمان کی هستی؟ الله تو را لعنت بکند، این کافر رو الله لعنتش بکند. این در اصل دین بوی ندارد، این خبیث، این حدیث شناس هم نیست، این یک توتی است، توتی که میخواد حدیث حفظ کرده است. الان شاید حفظش هم از سرش خارج شده باشد. شما چگونه از این دین میگیرید ای مسلمان ها؟ چگونه از این سوال میکنید؟ این دین فروش است، این مسلمان کش است، این قاتل است، این متکبر است. این هر کسی که با این رفت و آمد کرده است، شیست است، خیست است، معامله کرده است، میداند که یک متکبری خبیث است. چگونه مردم ما کی تاجیک‌ها زنده میشین؟ در برابر اذیتتون در روسیه مثل سگ عذاب کشیده استودید. در این دنیا به نام تاجیک بودنتون اذیت داده شده استودید، اذیت کشیده استودید، یا که به نام مسلمان بودنتون اذیت کشیده استودید. یک بار تدبر نمیکنید مسلمان ها که یک بار تدبر نمیکنید که من به خاطر مسلمان بودنم، به خاطر که الله به ایمان داشتنم اذیت کشیده ایستاده باشم، این یک چیز بزرگ است. این چیز بزرگ است. نگاه بکنید انسان ها طلوعهایشان رو، تلایشان رو، نقرهشان رو، بریلیانتشان رو با یعنی یک جیوان های با ساخته شده با آهن محکم میکنن. برای چی؟ تا اینکه یک دزد و غارتگر این رو دزدی نکنند، از دست آنها نگیرند. اینها شیطان زنده هستند، اینها جنت شما را میخوان از شما بگیرند. اگر به اینها راضی شوید، کفریات شرکیات اینها که دارند، اعتقاد کفری شرکی که دارند، شما معتقد اینها شدید، شما جنت از دست دادید. مسلمان ها جنت از دستتون میرود با اعتقاد اینها، کافر میشوید. این خبیث مشرک است، این دین الله را فروخته است، این قاتل است.
قاتلی این است که با مسلمان ها دشمنی دارد، با کافرها موالات دارد. این قاتلی است. شما یک تدبر بکنید. سراب در نزدتان ایستاده است، یک صحابه در نزدتان ایستاده است. صحابه میگن که بی نماز کافر است، سراب میگه که بی نماز کافر نیست. چرا قولش رو میگیرید؟ الله اکبر. یک تدبر بکنید مسلمان ها. چرا امروز در خوری زوری هستیم؟ فکر کردید که چرا در خوری زوری هستیم؟ چی سبب شد که صحابه عزت داشت و ما عزت نداریم؟ ابوبکر و عمر با پایبند شدن به قرآن و سنت عزتمند شد، دنیا لرزید. ما مثل کفک بحر هستیم. امروز هر کسی که خواهد، هر نمودی که خواهد، ما رو شما رو تحقیر میکنه. از دینمون سر کرده، از اولادمون، از هر چیزی که داریم، معتبری که داریم برای ما قدر و قیمت دارد. امروز چگونه که خواهند تحقیر میکنند و دشنام میکنند. سبب چی شد؟ یک بار فکر نمیکنیم. آیا فکر بکنید که اعتقادتون در اساس قرآن و سنت است یا که هوا و هوس است؟ در مسئله فروعات مدخلی ها رو میبینی که به هر یک سخنشون قرآن و حدیث میکنند. ولی این خوب است از یک جهت. باید اصلا این مذهبی ما است، منهج ما است، راه و روش ما است. اما در مسئله عقیده، در مسئله اعتقاد که همش در اساس قرآن و سنت با اجماع ثابت شده، بیان شده است، دیگر راه دومین راه نیست، دومین راه جهنم است، ترک کردند. وزین لهم الشیطان اعمالهم. و شیطان عملهای اینها را زینت داده است. خود بیخبر هستند و بسیاری هستند که گمان میکنند که آنها خوب هستند. انسان عاقل یک بار فکر میکرد که دین من در اساس گمان است یا در اساس یقینی است، که یک شرط صحت لا اله الا الله این یقین است. یقین داشتن به لا اله الا الله این شرط صحت است. این راهی که مسلمانی را اختیار کردن، موحد شدن، راه جنت را اختیار کردن. راه جنت در اساس علم است. علم به شما میگه که این خارها را از پیش دور بکن و خارهایی که به نزد تو میبیاید صد راه تو میشود، تو را حیرت زده نکند که تو در راه حق هستی یا در راه باطل. تو یقینا او را باید به پایهایت بزنی که بپرد هر طرف، که این راه حق همین است، برای اینکه یقینا شما میدونید. و اما دشمنان الله به این راه حق خار و سنگ میبیارند تا اینکه شما بدرمانید، بیافتید، به راه کفر شرک بروید. این شیطان است. شیطان قسم خورده است که لاغوینکم اجمعین، من همش گمراه میکنم. الله میگه که جواب شیطان به همش گمراه میکنه. هر کسی که پیروی تو شد، راه و روی تو شد، پیروی کرد، همیشه به جهنم میپته. اما الله میگه که متقیان، پرهیزگاران، موحدین تو گمراه کرده نمیتونی. تو شیطان رجیم لعین. و انسان متقی و در راه هدایت و در راه حق شده نمیتواند تا اینکه علم به بالای لا اله الا الله نداشته باشد، یقین نداشته باشد. یک انسان کفر گفت، شک کردن به کافر بودن او، این یک کفر صریح است. کفر شک داریم ما، کفر شک. و جهمیه ها آمدن گفتن که فقط کفر تکذیب است، ضد ایمان گفتن این تکذیب است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه ضد ایمان این کفر است. کفر انواع بسیار دارد، اما تکذیب هم یک شرط شروط گذاشته هستند که این جهمی های زمانه
شیطان رو هم به شرط شروطی اونها گذاشته تکفیر کرده نمیشه. بارک الله فیکم. آیا شیطان کلام الله رو دروغ شمارده کافر شد یا که متکبری کرد از عبادت الله، از فرمان الله سبحانه و تعالی؟ درسترش بگیم که فرمان الله این عبادت است، لیکن از فرمان الله سبحانه و تعالی اطاعت نکرد. فرمان الله این بود که به آدم علیه السلام سجده احترام بکند. بارک الله فیک. این کفر استکبار است، متکبری کردن است. الله کافر گفته است، تو آمده کافر نمیگی، این متکبری نبوده. چی است این؟ الکبر بطر الحق و غمت الناس. کبر این چی است؟ حق روی پوش کردن است، پایبند نبودن است به حق. ای مسلمان ها، بیاین پایبند قرآن و سنت بشویم. بیایم علمای حق گو رو دفاع بکنیم، علمای باطل رو تف بکنیم به بالایش. بنام این علمای هم این طالب علم نیست، این کذاب دروغ. این بنده خود میشناسم این رو. یک جاهل احمق است، یک متکبر دروغگو است. بروید به نزد این خبیث بروید سوال بکنید که آیا اشعری ماتریدی کافر هست یا نه؟ سوال بکنید. هر کسی که خودش طالب علم میگه اشعری ماتریدی رو میشناسد، میداند از اعتقادش باخبر است، تکفیر نمیکنه. لعنتی الله بر بالایش، لعنتی الله بر بالایش. کافر به قرآن و سنت شده است، کافر به الله عظیم شده است، کفر ورزیده است به قرآن و سنت و دشمن الله و رسولش گشته است. هر کس اشعری ماتریدی رو اعتقادش رو دانست تکفیر نکرد. دشمنی با پیامبر، دشمنی با صحابگان رضی الله عنهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، دشمنی با تابعین، دشمنی با تبع تابعین کرده است و دشمنی با تمام مسلمان ها دارد. از این خبیث سوال بکنید که یقین بگو کافر هست یا مسلمان. این گونه سوال بکنید. اینها شیطان زنده است، اینها مکار است، اینها چرب زبان است. فریب میکند شما را، نیرنگ میکند، بازی میکند، با دین شما بازی میکند، شما را فریب میکند، شما را به جهنم دعوت کرده است. این خبیث دین فروش، این سهراب عادلیان کذاب شما را به جهنم دعوت دارد، اما حق به باطل آمیخته میکند، مثل یهود و نصارا. فریب یک نمود فریب از جانب شیطان است. شیطان انسی. لعنت الله بر بالای تو. ما به تو لعنت میفرستیم، تو را الله خوار و ذلیل بکند. تو دشمنی الله را، تو قاتل مسلمان ها را دیده و دانسته خودت گفته استاده که صحابه تکفیر کردن، اما فتوا داده استاده که تکفیر نمیشود. اگر قابل هدایت نباشه الله خوار و ذلیلت بکند. امثال این هر کسی که مثل این هست و میداند حق را که صحابه تکفیر کردند و صحابه در راه حق هستند و در برابر اینکه میگوید که صحابه در راه حق هستند اما ما مثل صحابه تکفیر نمیکنیم، الله خار و ذلیلش میکند، الله نابودش میکند. از شر اینها، از فتنه این مکارین، از فتنه این شیطان های انسی الله این امت نجات بدهد. و این یک امتحانی است برای شما ای مسلمان ها، امتحانی است. شما به یک علامه خراسان حقیقت گفت که بی نماز کافر است، کفر به طاغوت نداشته کافر است، و اما یک شیطان صفت دیگر آمده حق به باطل آمیخته کرد. شما باید ثابت قدم باشید، در راهی که انتخاب کرده ثابت قدم باید باشید. شیطان هر زمان میباید شما را فریب میکند. شیطان فریبش هر نمود است. شیطان گفت که از پیششان میبایم، از پشتشان میبایم، از طرف چپشان میبایم، از طرف راستشان میبایم. به هر نمود فریب و حیله و نیرنگ میباید.
الله گفت که من الجنة و الناس، پناه طلب بکنید به الله از شیطان های انسی و جنی، انسانی، شیطان های انسانی. سوال که شیطان انسانی چگونه شیطان انسانی است؟ شیطان انسانی همین است، همون کسانی هستند که برای قرآن و سنت دعوت نمیکنند، برای خلاف قرآن و سنت دعوت میکنند، برای کفر و شرک دعوت میکنند، برای اینکه با کافرها دوستی بکنید، آنها را دوست بدارید، با مسلمان ها دشمنی کنید، به این راه دعوت میکنند. این شیطان های انسی هستند. الله همشان خار بکند، خار بکند. این خبیث از بسیار چیزی حق با خبر شده است، اما باز دشمنی به الله دارد. این خبیث سوال ها را وقتی که به این میرسونه دقیق بدید، ای کافر بگوید، ای دشمن الله، یک بار را کافر بگوید و ببینید که با شما چگونه معامله میکرد این دین فروش. والله چندین بارها با اهل حق زبان درازی کردن میتواند انسان ها. اینجا انسان ها همه شما شاهد هستید، اما در افیرهای آنها بعض وقت نگاه میکنی که به یک کافر چگونه احترام دارد. بله میگویم ما راه پیامبر صلی الله علیه و سلم راه حق بود صلی الله علیه و سلم. مشرکین به احترامی میکردن، اما مسلمان ها موحدین احترام میکردن پیامبر را. سبب چی بود میدانید؟ نزد ابو جهل برود این مشرکین با تمام احترام صحبت میکرد، نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومد احترام نکرده صحبت میکرد. چرا میدانید؟ همه مشرک میداند که موحد با رحم است، موحد ملایم است، موحد حقخواه است، دلسوز است، او را تهمت نمیزند، طعنه نمیزند و انا همین جرأت کرده است از همین سبب رحمدلی پیامبر رو استفاده میکرد. بارک الله فیکم. مشرکین قریش استفاده میکردن و رحمدلی مسلمان ها رو استفاده میکرد و میداند که همین اهل زیغ هم به اینها کمی سخت‌تر گپ بزنی، به این کافرها با تو جهلت در نظر نمیگیرد، با قبیح‌ترین معامله با تو معامله میکنه. الله سبحانه و تعالی حفظتون که ای اهل توحید، ای مسلمان ها احتیاط باشید. هر یک شما وظیفه دار هستید که در اساس علم این خبثا را انکار بکنید، در اساس علم این کارشان بکنید، به مردم چهره کثیفشان رو بشناسونید، این صحبت های مشایخ رو منتشر بکنید. شیخ ابو حلیمه حفظه الله، الله رحمتشون کند، الله حفظشون بکند، الله ثابت قدم نگه دارشون، الله علمشون بازم زیاد بگرداند. چگونه زیبا در اساس قرآن و سنت این آیات ها رو نوشته بگیرید و این کتاب هایی که ذکر کردم نوشته بگیرید، به یار دوستانتان بفرستید که برادر من این اعتقاد ارجاع است، اعتقاد گمراهان است و کسانی که نماز نمیخوانند با سخنهای اینها فریفته شدن و خودشان را مسلمان میگن. این دلایل قرآن و سنت را روان بکنید که ای انسان، این شیطان انسی تو را فریب میکند، تو مسلمان نیستی، تو کافر هستی در اساس آیت قرآن. شیطان وعده های بر دروغ میدهد. آیا این مسلمان گفته، مسلمان خطاب کردن کافر بی نماز، آیا این وعده بر دروغ به جنت نیست؟ انسان مسلمان باشد جنتی است، عاقبت الامر جنت می رود، در حالی که الله میگه ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. ملائکه ها میپرسن که شما چی سقر با آورد، مکانی از جهنم؟ میگن که قالوا لم نکن من المصلین، ما از جمله مسلمان نمازگزاران نبودیم، انا همین ما را جهنم با آورد. یک بار نمیگوید که پدرت با همین حال بمیرد جهنمی میشود، سقر میرود، نمیگوید. یک بار نمیگوید که پدرت در همین حال بمیرد با فرعون، با نمرود، با هامان میخیزد. حدیث صحیح است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که بینماز با اینها میخیزد. نمیگوید. دین فروش است، قاتل است، خیانتکار است، فروخته است دین ما را این خبیث.
هر کسی که به همین کمک مالی میکند، دعوتاش صحبتاش منتشر میکرد، به لعنت الله گرفتار میشه. لعنت کنندگان و لعنت ملائکه و لعنت الله و لعنت انس جن به همین گرفتار میشه. والله هر کسی که این چی است، این کفر است. به اهل بدعت کمک بکنید، بدعتشون منتشر شدن، به لعنت الله با اونها دوستی بکنید، لعنت الله به گرفتار میشید. این ما به این یقین داریم که لعنت الله بر بالای کسانی که به بدعت کننده کمک میکنه، لعنت الله به گرفتار میشود. فهمیدید؟ کسی که به خاطر منتشر شدن سخنهای کفری شرکی لایک میگذارد، لعنت الله به گرفتار میشود. غضب الله بر بالای او میبرد. آخرتتون فکر بکنید ای مسلمان ها، آخرتتون فکر بکنید، بازگشت نیست. کافرها میگن که یا لیتنی کنت ترابه، ای کاش که من خاک میشدم. چرا این سخن رو میگن میدونید؟ وقتی میبینن که حیوانهایی که یکدیگر به ظلم کرده هستند، حیوان دیگری سختتر زدگی هست، الله سبحانه و تعالی آنها رو زنده میکرد، آنها هم دیگر رو میزنن، قصد رو میگیرن و آنها خاک میشود. کافرها هم جهنم نگاه میکنن که فریاد زده است، میگه یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش که من خاک میشدم. این نامه اعمال ما از دست چپم از پشتم نمیگرفتم. نامه اعمالش مسلمان ها از دست راست از پیشش میگیرد، کافرها از طرف پیشتشون قبول میکنن و آرزو میکنن که نامه اعمال نمیگرفتند، آرزو میکنن که دیگر حیات نبود. الله میگه در سوره الحاقه، فهمیده است؟ این حیات یک بار است. این مسلمان ها، این انسان ها، حیات یک بار است، بازگشت نیست. کافرها آرزو میکنن که یک بار باز بگردون، ای الله یک بار باز بگردون که من به تو ایمان بیارم، نجات بیارم. الله میگه که دیگر بازگشت نیست. الله میگه به تو دیگر بازگشت نیست. الله اول جنتیان حالش بیان میکند، در دوام الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الله چی میگه در این آیت؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. و اما شخصی را که نامه اعمالش به دست چپش داده شود گوید ای کاش نامه اعمال من به من داده نمیشد. به خاطر چی؟ به خاطر که نامه اعمال همه کفریات و شرکیات، همه گناهانت را نوشته شده است. این دلالت کننده به همین است که تو جهنمی هستی. به دست چپ دادن کتاب این علامت بدبختی اوست. بنابراین چنین شخص را نومیدی فرا گرفته آرزو میکند که ای کاش کتابم به من داده نمیشد، زیرا او خوب میداند که کتاب اعمال وی از عملهای بد پر است و گرفتن نامه به دست چپش بشارت است از نار آتش جهنم که برای او زندان ابدی است. و باز میگوید الله ولم ادری ما حسابیه، و نمیدانم که حساب من چی می شود.
و او میگد کاش نمیدانستم حساب من چی میشود. حتی آرزو میکند که کاش حساب کتاب و مبعوث از نو زنده نمیشدم، بلکه چنان نیست و نابود میگردیدم که از نظر و یادهای مردم فراموش میشدم. اما هیهات این پشیمانی سود ندارد. ولم ادری ما حسابیه. آرزو همین است که نامه اعمال من یگان نمیگرفتم و نیست میشدم. یا لیتها کانت القاضیه. ای کاش مرگ آخر کننده کار میبود. یعنی همین مرگی که در دنیا میبود آرزوش همین است که این آخرین کار میبود، بعد از این دیگر حیات نبودنش کافر آرزو میکنن. الله گفته استوده است. در دوام الله سبحانه و تعالی میگه ما اغنا عنی مالیه. مالی من مرا هیچ نفع نکرد. کفرها میگن که مالی من مرا هیچ نفع نکرد. به حسرت میگوید که آن مالی که در دنیا برای دفع عذاب الله جمع کرده بودم به من نفع نبخشید و برعکس از من زایل گردید، دور شد. مال انسان، صدقه انسان همان وقت فایده میکرد که در توحید باشد و به جایی که الله سبحانه و تعالی اجازت داده است صدقه بکند برای نصرت دین الله، اما برای نصرت این خبیثی، این گونه خبیث، این گونه مشرکین شما میدهید، لعنت الله بر بالای تو میاد، غضب الله میبیاد که الله میگه ما اغنا عنی مالیه. همین مالی که داشت و صرف میکرد شاید بچی بعضی وقتا به خاطر الله، بعضی وقتا گویا که به خاطر الله، برای نصرت دادن این مشرکین اگر به خاطر الله گفته هم تو رو صرف بکنی، این لعنت به بالا میبرد، فایده نفع نمیرساند. در دوام الله میگه هلک عنی سلطانیه. پادشاهی من از من نابود شد. پادشاهان هم همچنین میگه. فهمیدید؟ یگان چیز یاردم نمیکنه. الله چی میگه در دوامش؟ همین هوبه. کسی که نامه اعمالش از طرف دست چپش از پشتش میگیره، خذوه فغلوه، گفته شود گیرید او را پس کشن کنید وی را. یعنی چی؟ زواله با روسی چی میگن؟ بارک الله فیکم، نروشنیک بزنید میگه الله. بعد از اون نروشنیکای بزنید، به گردنهایش نروشنیک بزنید. دوامش چگونه؟ ثم الجحیم صلوه. پناه به الله میبریم، پناه میبریم. هر یک انسان این آیات ها رو تدبر بکند که حرکت شب روز کوشش کند که تحت این آیات ها داخل نشود. بعد از آن او را در جهنم اندازید. الله میگه که به دستهایش زواله اندازید، نروشنیک اندازید، گردنهاش ببندید، پایهاش ببندید، دستهاش ببندید. ثم الجحیم صلوه. پس از این بپرتید، داخل کنید به جهنم. پناه به الله میریم. اللهم انی اسالک الجنه الفردوس و نعوذ بک من النار. بسیار بخونید این دعا را که اللهم انی اسالک الجنه الفردوس و نعوذ بک من النار. دعا را بخونید که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. در دوام الله میگه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. و او را در زنجیر در آورید که مساحت آن 70 گز باشد. بعد از رب الجلیل ندا رسد، رب الجلیل. بعد از این الله سبحانه و تعالی ندا میکند که او را گناهکار را در زنجیری که درازی آن 70 گز به گز ملائکه است اندازید. انداختن چنان است که از دبورش در آورده از حلقش برآورده می شود. فهمیدید؟ از پشت، از جایی که انسان اخلاطش می براید در آورده می شود و از حلقش برآورده می شود. بعد از آن پایهایش را به پیشانش جمع کرده می شود. نعوذ بالله از این عذاب شرم‌آور. الله اکبر. اکنون الله در دوامش سببی عذاب ها رو بیان میکرد. انه کان لا یؤمن بالله العظیم. سبب همه این
حالت انسان چنین شدن چی است میدونید؟ هر آینه این کس به الله بزرگ ایمان آورده. هر کسی که کافرها را تکفیر نمی کند و با این مشرکین بعد دانستن عقیدهشون برادری میکند، اینها به الله عظیم کافر شدند و این عذاب ها انتظار است این انسان ها را. پناه میبریم، پناه به الله میبریم که از کافر بشویم و توحید را بیاموزید، چنگ بزنید و پایبند توحید باشید. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله